یو گایز چطورین؟ خیلی خوش اومدید یه ویدیو دیگه از من. امروز قراره بریم تو این ویدیو یه چالش خفن با یکی از دوستای خوبم بریم. چالش ما از این قراره که ما فقط میتونیم از وسایلی که از چوب ساخته شدن استفاده کنیم، مثل خود چوب، لدر، شمشیر چوبی و هر چیزی که از چوب استفاده شده. پس اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین و بی معطلی بریم سراغ بازی. لیتس گو. فقط وسایل چوبی. الان چوب، الان طلا، الان همیشه اسپریت کنی که فایربال میتونیم بخریم دیگه. ها؟ فایربال که میتونیم بخریم. فایربال نه، وای فقط وسایلی که از چوب ساخته شدن، لدر، وود. ها یه چیز خوبه که میتونیم ناپای استیک بخریم. چی هست؟ هم ناپای استیک تو هم که خیلی پرت میکنه، خیلی ترسناکه، ترسناک. وایستا اونا بیان بعد میزنیمشون میریم رو بیرشون. نظر داری؟ من یه کار دیگه هم میتونیم کنیم. نردبون بگیریم. آره ها نردبون. طلاها، طلا میگن طلا چیزا به درد نمیخورن. آیرنا بلا استفاده. آخه آیرون بدبخت. من نمیدونم بابا. آیرون الان نمیدونم بده. الان میتونیم دایمون استفاده کنیم و فورج بگیریم. عالی میشه فورج بگیریم. اینجا نمیتونیم بریم ها. من کمی زور میذارم. مثلا ها بو میتونیم بخریم دیگه. ها چیزم از این هم میتونیم بخریدم. بدونی اسمش چیه؟ پاپ اف تاپر. اینا که برج میشه. بله از این چیز اومدم و بیاین دیگه. بیاین نور سگا یه حد خرید. من دیگه بلدم. چی بلد نیست. من برو گم شو. آره آقا اینا خیلی اینا تو دیوارن. نگاه کن. نگاه میخوام حرکت خفن بزنم عشق کنم. نگاه اینا میذاریم بچه ناراحت شد. بعد من یارو رو میگیرم میدارم شو عشق میکنی. من بدشم میزنم. اوکی برو ابوالفضل نزن. وای بدشون نزن. ها سرگرد من بودم. بدشون بزن. سرگرد منه. نمیتونم بدشون بزنم. چرا؟ اندستانه. بدشون کجاست؟ من نمیبینم بدشونو. نه بده اون دارم میذارم. ای دهنت سرویس. من اصلا حواسم نبود. برو گم شو بیشتره. قلبم شکست. وای آقا ول کن. تو زنده بمون. چالش خیلی سخته. آره سخت هم هست ولی حال میده. ببین چالش باید سخت باشه. دهنت سرویس بشه. کجایی؟ مردی؟ من نه زندم. داداش گلم چه خبر؟ نورستگ بابا. نورستگ بابا. من یه کمی پیروی کردم از این. من غلط کردم. بزن اش بیاد. ای دهن سرویس. مگه نه؟ ساکت شو. با من حرف ندار. قهری با هم. سخت شد. یارو اومد. اگه بیاد واقعا قلبم میشکنه. آره این اصلا بدمون میخوره. من میگم چه داره میگم چیشی هر میاد. این آیتم خوبی پاس داره. بکرم بدمون رفت. قلبم شکست. یک ثانیه قلبم شکست. اومدن پاپا جرأت دارید بیاد اینجا. آقا من فقط داریم با چوب پاسه میکنیم. من اینا دارم بیلیج میزنم. چرا آقا اشتباه شده. نباید شما اینجوری بیاییم. ما باید بریم سایت راش. جرأت دارید. اسکرین شبیه توه. تو شبیه چیه منه؟ بزنی کجا شبیه منه؟ یارش بی‌وفایی کرد. شبیه منه. تنها چیش اسم شبیه منی؟ همین اینه بیشتره. بزنه شما. برو نمیخوام. برو چوب بگیرم. اومد که بابا من قلبم چرا هی داره میشکنه. فاصله بگیر از این. از گیم مستر بزرگ. داداش تو دیوارن اینا به خدا. اینا اصلا بازی بلد نیستن. ببخش اینا. قشنگ خودت اینجوری میذاری. کسی چه اصلا تو ندارم. بهشون رفت. گریه نکن که عشقات
اومدن خبر این نیست که خوشونو میزنن یار سونو بد بدبخ شدی مگه نه بزنه شما ماشاءالله تو آره بده زدی 3 بار آجی بده بگیر برو بده بگیر بدبخ شدیم که میتونیم کاری کنیم طلا اگه داری بگیر طلا اگه دادم بهت فقط بده بپوشون یا فقط بده بپوشون چالش عذاب آور برو کنار الان خودم همشون نمیذارم بذاری هرس نخور والله نمیذارم بده بذاری بله ای من زد من چرا فکر میکنم تو اونی و اون اومد غلط میکنم میزنمش بار از چوبه نمیدونم حالا یه آدم سم برات اخی داداشون قلبش شکست من بدشونو قراره وقت ندارم من ما فرسش هم بدشون حالا خودش هم فاینال میتونن عشق کنی نگاه تو دیوار اصلا یارو خوابه اصلا تو دنیا زندگی نمیکنی تو دنیا دیگه بود خودش من تاکسیک نیستم غلط کردم آقا من تاکسیک نیستم تاسکیک خب الان کجا بریم ما با چوب کدوم کوری بریم من فایربال دارم من آورده بیارم میگه چالش بیار آها من گفتم آره من قبولت دارم خودم میزنم آره من چجوری برم بالا اینجا من برات خفن بیرش میزنم بیار خفن من اگه بیفتم چوبم حرام میشه اوش بکرم افتادم بیا اسپریت کنیم یکم به یه زخم میزنیم من تو رفت داخله بیا اسپریت من باید بسیم عبد محافظت با بیا اسپریت کنیم گلتا بده به من تا من برم دایمندا فورج بگیریم بیا گلدا رو بده همه گلدا رو داری 8 تا دارم بده 8 دارم من فایربال فقط فایربال چوبی آقا قبول کن دیگه یک استک بلاک دارم قوی قدرتمند دایمونده دقیقا کجایی؟ اینجا آره دایمونده اینجاست خب یه گره مونده یه گیرین اینا رو بگی من اگه وید شدم گریه نکنی چیه این آب نبود من میادم گریه وید بشم واقعا گریه نکنی درو برش که مسئله ها ماشاء الله خودم خفن بنازم 4 ساعت بری فوری دو بگیری اشغال کنی قوی قدرت ما با وودم دست دارم میگه نه ولی من چند دیگه دارم میام من فوری دو واه خفن چند تا داری چی چند تا دارم دایموند افتادی نه گریه امرالدی آره امرالد نه بابا بیا ناموسن دایموند نیست کجا هم دایموندا کجا هم دایموندا بیریش خفن دو تا به نظر من فورج 2 هم میگیرم دیگه عشق و حال ای حاجی فرمان تو خودم عالی بود الان اینا میخوایم دیگه عشق و حال به راهه دایموند من این ریسورس پکت چرا دایموندش بنفش اینا میزنی گلدن فورج اصلا نگاه عشق و حال صفا سرعت بالا سرعت ایلان ماسک I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which دایموند داره یه دونه دایموند بده تا من برم فورج سر رو بگیرم من 3 تا بهت میدم مرام معرفت فریای قصه بودی فریای من چه بهتر فورج 3 امرالد به راه عشق و حال به راه دو چیز ساکت شد خیلی بیتر 5 تا گلد میخوام قشنگ یه ناش بگیرید بگیرم هر کی نه دارم با چوبی حرکت آره هر کی ببینه فوش بریم کنار من بیسیک دارم بزنم میرین آسمون 8 برم چرا بابا یه بیت بزنن دیگه چرا هیچ غلطی نمیتونم من بیت بزنم TNT نمیشه برات بخری آها همین چیز بگیر بابا تولز بگیر تولر بگیر
طولم ندارم طولم من خطریم من نات بگستک دارم بین کیو بزنم اشاره کنم زدم بد شد که ما چرا سایدمون نرفته گیرین کجاست گیرین هستم میخوام بیام بالا حاجی پینگم من FPS هم ریدو اونجا که کسی نیست خبری نیست پینگ من دارم ASMR میکنم ASMR وحشی بابا این گیرین کجاست این درنم سرویس شد کمک I need help چی بگیرم برات بری همه شخص توی من مردم بده بد شد بزن اینا چرا گل همسایه ما نداشت قلا اخی بود شد نوب سد بیمیر مرگ حق نمیری یک داداش اصلا قلبم شکست میدونی برو بابا فایروال داری بزن فایروال تو یکم استفاده کن ندارم بابا من برم رو بیرج بینگی بزن یه فایروال یه چیز بخر وای بدبخت شدی خریدم بزن بهشون نه از روبرو نزن که نمیرن وای از روبرو نزن یه فایروال بزن من دهنشون نگاه بده من چیز یه فایروال بده من بیا برون بر از بغل بهتون بزنم گریه کنید you have to گریه بیا یکشونو کشتم بیا از بغل بزنید بینو آزم دارم با چی بزنی خفن بیا من میرم بالا سر برینم بهش گریهش بندازم گریه کن کودک افغانی بیت وای پوشن خورد پوشن منم خوردم دهنت سرویس تو پوشن بابا چی ریدی به چالشیه نه با پوشن میخوردم نه روی پوشن چوبیه تو میتونی بزنیش من برم بهشون بزنم نه بزن ماشاءالله بریم بهش که زدمش داری نومه آیم اسپیکر زدیش؟ نه من اسکیپش دادم ایگنورش کردم ایگنوری ماست تو گریه خفن ای تیرم تموم شد کجایی؟ من دارم بدشون میزنم حاجی باید بیای بزنی کشتمش حاجی باید بیای بزنی بدبخت شدی بدشون زدم پشمات بریزیم فاینالشم کردم من چقدر خفنم من با شمشیر چوبی پارشون کردم منم زدمشون یارو گریه رو زدم داریم پاره میکنیم با زودا ببین 2 استک داداش گره کار بد کرد چیکارش کنم به نظره بچه گره وای گره داره با عکس میزنه وای با عکس همین بهشون بزنم من ایگنور و بیت میتونی بزنی بزنم اسنایپش کنم ریدم چون نمیخوره بهش بنازم کشتمش بنازم من آیم اسنایپر بیبی آیم راه دورزان من 4 تا دایمن انداختم اینجا اگه میخوای بیس خاک تو سرت کنم بی عرضه آقا Legends never die you know بدهشون کلاس من برم پارش کنم فقط لوکیشن بده لوکیشن من برم پارش کنم خیلی بده آخه نت من دوش پینی من که نازه رو بمیرم میموردم گریه خالص ابدی یه دایمن بگیرم پروتکشن 3 بگیرم اولی داداشم اصلا داداشم بهتون رفت گریه کنی بهشون زدم داداش داریم وین میکنیم عالی اصلا چاکرم بله چالش رو وین کنیم میریم یه چالش دیگه باش اسپیش 9 نتونستم آرمور دایم چالش بعدی چیه دیگه الان 24 تا فایربال میخرم بهشون هجوم و حمله میارم
بیا یه پروکشن بعدی داداشم خب بریم فقط بلاک بخریم تا صبح بلاک یه استیک بلاک داریم. من اینجا وای میسم نگاه کن من اینجا چی میکنم بهمون نزدیک شدن بریم بهشون اینو راستی نه هیچی راستی نه هیچی یه حرکت بزنیمش کنیم بیا بریم جلو جلو آخه نفرشون کجاه؟ من میگم گنی چیه رم یکیشون تو بیس خودشه یکیشون داره تا امرال جمع میکنه که بیت پارمون کنه از من فاصله بگیر کسی که امرال داره جمع میکنه باید بریم پارش کنیم همونی که امرال داره جمع میکنه داشت این ماچک نمیخوره داشت ماچک خرابه پراتمون چنده؟ مرد جیجی زدمش نمیدونم من زدمش خودش گیری کرده شد ولی کشتمش جیجی میرم بیت نره یارو رو دیدم وای کجاست بیت نره فقط بیت نره هر جا میخواد باشه امرال جمع کن فقط بیت نره جیجی ماشاءالله خب اینم از این ویدیو. اگر ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای دیگر پیس اوت.